و به شما بسیار احترام دارم برای که مسئله رو حقیقت بیان میکنید. من در اداره دولتی کار میکنم. اداره ما اداره هست که کسی قانون ویرانی کند او را با جریمه میکشیم. بعضی ها را که جریمه اشون از 150 تا 200 سامان بیشتر میشود و 50 سامان حلش میکنیم. آیا این به ما ضرر دارد یا نه؟ یعنی این برادر عزیزی ما در کدام اداره کار کند؟ اداره هست که مقصد جریمه میبندد برای هر جنایتی که انسان میکند. در جای 150-200 سامانی که جریمه او کس میشود، مقصد 50 سومش میگیریم، میگیم جواب برای تو. 150 شما مقصد در دولت نمیگذرانیم، بلکه همون 50 را در کیسه خودمون میزنیم، میگیم جواب. این همین است. این سوال همین معنی را دارد. برادر عزیز، این حرامه برای شما. این حرام است. این یاردم دادن نیست، این یاردم دادنی در گناه است. تو یک آدمی را که جنایت میکند، ناحق رفتار میکند، تا جایی که او را جزایی که معین شده است همون جزا را بالا شوا ببینین تا که او آینده اصلاح شود، شما برعکس جنایتکار یاردم میکنین. مقصد مرحمت، تو برا با همین جنایتی که مبلغش به 200 سامانه به 300 سامانه با همین را تکرار کو، 50 مرا بیته با کارت دوام دادم بگیر. این معنا را دارد. این برای شما حرام است. افسوس که ما بسیار من حس ملی میگیم، حس وطن دوستداری و دروغ میگیم. حس ملی مانم کمه، وطن دوستداری مانم کمه. اگر همون پولی که همون انسان جنایت کرده است وقتی از او ستانده شود و همون در همون گویم راههایی که در کار است در همون جا برده سپاریده شود و او برای بهبودی آینده همین وطن ما و شما استفاده برده شود، این آدم شاید دفعه دیگر این جنایت نکند. ولی پاره‌خوری کدام دولت به پا خیزانده بود؟ کدام ملک شده بود وقتی که در اونجا پاره‌خورا پیدا شدند؟ یقین دانید که در کدام دولت، در کدام ناحیه‌ای که در کجایی که پاره اگر در آمد اونجا میشکنه، او آینده نداره. بسیار بچه ها هم در ما هم بیچاره میرسانند که مثلا ما در مکتب ها هم که میخوانیم با پاره داخل میشیم، با پاره داخل میشیم، با پاره بهامون میگیریم. آینده از او چخیل گویم با گفتی امروزه کادر میبراید و او در این مردم خدمت میکنه. او خودش دوست دیگر تربیت کرد. او پگا او هم یک دوست دیگر، او هم پاره خوره. برادر عزیز و گرامی، این خودتون با عقل خودتون باهاتین. این خیانت است. این معنی را ندارد که تا از دست من تو پول نگیری یا پول از دست من بگیری همین پاره باشد. نه، همون راهایی که در اداره‌های دولتی هم کار میکنین، مبلغایی که در همون جمع با راههای فند و فریب به دست میارین، همون هم برای شما حرام است. اون مال عموم است، اون مال تمام مردم است. برای همین این کار نادرست است. علل خصوص ببینین در کدام سایه نباشد، این از طبیبا بگیرین. بچه‌ها میروند مدینیستود داخل میشوند، اگر با پاره خوانند او از کجا متخصص میشود؟ او از کجا دیگر درد ما را میفهمد؟ از کجا دیگر ما گوییم که از او یگان نیکی به دست ما و شما میآید؟ آدمی که با پاره خوانده است او چیزی نمیفهمد. در جای داروی لازمی داروی نادرکار می نویسد، به جای فایده ضرر میکنید. برای همین در کجای باشه دادرها پاره باشد استفاده نبره. کوشش کنید که استفاده نبره. تا هم کجای در پاره در آمد یقین دانید که اونجا افلاس شد، پلید شد و ویران شد. پروردگار روز قیامت محرومه. دادر از به خدا این دنیا گفتی عبدالقادر بیدیل یک وجب راه هست بیدیل از تو تا دامان خاک، تا همو گوریستان محلتون بین تو و بین گوریستان همگی یک وجب است. میگن یک وجب راه هست بیدیل از تو تا دامان خاک، در سر میژگان چو اشک ایستاده هوشیار باش. اشکی سر میژگانیم، یا این زمان میافتیم یا زمان دیگر میافتیم، خود در جوانی جان من خدا میگیرد،
خواه میانه سالی خواه پیری، مقصد چی کار کنیم نکنیم پیش خدا رفتن منحصر. زیرا خدا و الیک المصیر میگوید بازگشت آن به سوی من است. اگه کوشش کنیم که بازگشت ما به خیر باشد، بازگشت ما این باشد که یگان حسرت نداشته باشیم. این فریب و حیله و این حرامخوری و خیانت و ظلمان با برای ما و شما با یگان مجسمه دهشت آور مبدل نشود و ما را تا روز قیامت عذاب کند. سه طایفه را روز قیامت خداوند همراه اونها گویم گپ نمیزند. باز پیامبر گرامی گفتند ولا ینظر الیهم، این سه گروه وقتی که جمع میشوند در یک جای علاهیده خدا به اینا نظری رحمت هم ندارد. حالا ببین در دنیا ما و شما وقتی با یک کس صحبت میکنیم اگر یگان نفری را بد ببینیم تمام به اون نظر نداریم، با او صحبت هم نمیکنیم، با او یگان احوال پرسی هم نمیکنیم به خاطر که دل ما وای بد میبیند. روز قیامت خداوند این سه گروه را که بد میبیند، یکم که با اونها صحبت نمیکند، دوم با اونها نظری رحمت ندارد، سوم ولا یزکیهم. ابیذر میگه پیامبر گفت سوم اینا گفت که خداوند روز قیامت این سه گروه را پاک نمیسازد، ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. و پیامبر گفت خداوند سختترین عذاب دردناک بالای این سه نفر روا میبیند، این سه طایفه را. چه بدبختیه برادرای عزیز. خدا با تو گپ نمیزند، با تو نظری رحمت ندارد، تو را پاکت نمیکند. بازم این پروردگار برای تو عذاب دردناک شروا میبیند. ای عذاب خدا نمیترسی؟ یک میلیسه یا که از امنیت پیشت میکند داد وای در آسمان میبراید، یک روز محکمت میکنند، عمره که داری همون جنایتی که به خاطر او ترا محکم کرده بودن به همون جنایت نزدیک نمیشوی. ولی نمیدانی که عذاب خداوند چه دردناک است. برای تو دردناکترین عذاب خدا روا میبیند. اینا کی باشد؟ پیامبر سه بار میگه، ابیذر میگه فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث مرات، سه بار پیامبر همین را گشته و برگشته گفتند. ابیذر میگه گفتم خواب و خسروا یا رسول الله من هم. ابیذر میگه گفتم خار و ذلیل شد این سه گروه پیامبر، از اونها برای من خبر ده اینا کیها باشند این به سعادت ها. ابیذر میگه مرا لرزم گرفت. بعدم پیامبر گفت المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلیف الكاذب، رواه مسلم. یکم آن شخصی که پاچه بروک خود از بجلک به خاطر کبر پایان میکند و راه میگردد. برای همین احتیاطاً ما و شما پاچه‌کامون را بلند میکنیم در نماز که از بجل بالا باشد که تا در این وعید ما داخل نشویم. والمنان، دوم کسی چیزی به یک کس میتید و بعد از او منتش میکند، منت میکند، خواه برای دادرش داد، خواه برای خواهرش داد، خواه برای رفیقش داد، خواه برای همسایش داد. بعد از آن منت گزاریش آنچنان می شود که همون گیرنده به جان می آید. در تمام جا آن چیزی که داده است به گوش مردم می رساند. میدانی که من فلانی را فلان کمال دادم، یا خود همون کس هم همچنان می گوید اگر همون مالی من نمیشد، همون چیزی من نمیشد، تو مقصد میمردی یا بیزن میماندی یا بیخانه میماندی. سوم پیامبر گرامی موضوع ما را گفتند والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب. سوم کسی که مالش با قسم دروغ در سودا میبرارد. برادر عزیز، بغیر شما سوداگرها
مردم دیگر هم در دیگر طبقه بدروغ حیات دارند. شما نترسین که مالتان به سودا نرفت شما میمیرید یا فرزندای شما گرسنه میمانند. انا همین عقیده سست و ضعیف شما که ریسک از خدا نمیبینین، انا همین راه های شیطانی را بعد در کسبتان استفاده میبرید. اگر برای شما عقیده درست و مستحکم و تو مؤمن کامل میشدی، خدا در قرآن در سوره زاریات برای بنده هاش خبر داد ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من رزاق هستم، من تو را که به این دنیا فرستادم، من ریسک تو را فراموش نکردم، من ریسک تو را به تو میرسانم. برای همین برادرای عزیز، از حساب دیگرها کیسهاتون از مال حرام پر نکنین، خانه‌هاتون از زیب و زینت نتین، ماشینکای زیبا از حساب دیگران نخرین، زیرا ممحقتون للبرکه، خدا برکت از حیاتت میگیره. چنان مصیبتت میارد که افسوس که تو فراست نداری، افسوس که تو ایمان قوی نیست، و الا همون جزاهای هست که تو از راه حرام به دست آوردی، خدا در همین دنیا جزات میده و تو عبرت نمیگیری. بسیار مصیبت ها بالات میارد، بسیار مشکلات ها بالات میارد. فکر نکن که تو مال مردم با طریق فریب از خود کنی و خداوند غم این بنده هاش نخورد. خداوند مثل تو ظلم ندارد، مثل تو خیانت ندارد، مثل تو نامهربان نیست، بلکه پروردگار برای بنده هاش بسیار مهربان است. ناصر خسرو میگفت مروت نیست هر افتاده را براه بینی و خود مرکب برانی. این مروت نیست گفتن، این آدمگری نیست گفتن، این ایمانداری نیست گفتن، این مسلمانی نیست که تا جای دست یک افتاده را شما بگیرین، حالی او در دل شما سوزد، شما جوان مردی را نسبت او روا ببینین، تا جای این براه بینی و خود مرکب برانی. مردی نه به قوت است نه شمشیر زنی. سعدی میگفت مردی نه به قوت است نه شمشیر زنی، مردی آن است که جور توانی نکنی. مردی شمشیر زنی نیست، مردم فریب کردن مردی نیست، از حساب دیگران بهبودهای خود بود کردن نیست. مردی آن است که جور توانی نکنی. مردی آن است که از دست تو هر جبری که بالای برادر بیاید تو از همون جبر پشت گردانی. هر چیزی که حتی آدمی ساده ترین بیاوی تو، یا آدمی هست که در حالت خرید کردن ممکن 50 سامان 100 سامانش در تو ماند، اون نمیفهمد. مردی اینجا است که وای گردانده تی بگوی برادری عزیز این مال تو در دست من ماند، پگاه من برای این مال تو چی جواب میگم؟ کی همین سخن از زبان ما میبراید؟ کی زمانی میشده باشد که ما از خوردن مال یک برادر مسلمان حذر داشته باشیم؟ تا اگر همون دقیقا نیاید دادار عزیز، تا اگر همین شعار ما نشود، قسم به نام خدا نماز من ثواب ندارد. مثل که از مال حرام حاجی میرود حج میکند، حج از گردنش ساقط میشود و ولی حاجی نمیشود، همین نماز از گردن من ساقط است و نه ثواب دارد و نه برکت دارد و نه چیزی. شب پیش خدا بگریستم زار اقبال لاهوری، مسلمانان چرا خارند و زارند، ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. این دلها پر ای حله و نیرنگ و این دلها پر از فریب و پر از خیانت ای. تا این دلها اگر اصلاح نشود برادر عزیز، ما خدا میداند در پیشگاه پروردگار چه قدر و چه قیمت داشته باشیم. خداوند همه شما را نگه دارد. خداوند برای همه برادرای ما که در ساحه سودا کار میکنند، خواه خوراکواری باشد، خواه آهن فروشی باشد، خواه گاز فروشی و بنزین فروشی باشد، خواه هر چیزی که از ساحه سودا باشد، خدا همه شما را اول انصاف دهد. خدای مهربان دلهای شما را دلهای با رحم گرداند
خداوند چشمهای شما را چشم گرداند که بدیدن یک برادر مسلمان در چشمهای شما ترس خدا پیدا شود. خداوند آن وسوسه هایی که برای فریب یک برادر مسلمان در خانه های دل شما خانه کرده بودند، خدا همه وسوسه ها را از دل های شما کنده و نابود بگرداند. خدا همه ما را، چه سوداگرهای ما را چه غیر سوداگرهای ما را، خداوند توفیق دهی که از راه حلال به دست آوردن رزق روزی در کوشش داشته باشیم، مهنت کننده باشیم. تا که پیامبر گرامی گفتن اگر یک جامعه که شما میخرین 10 درهم باشد، 1 درهم اما از پول حرام باشد، نماز تا نخوانی بهتر است. زیرا که اون لباسی که در او 1 درهم اگر از مال حرام باشد، خداوند اون عبادت در سر تو میزند. چه جایی که بعضی برادرای ما که امروز بیچاران نه جمعه دارند، نه صحبت اهل علم گوش میکنند، از اونا در خونخوار وجود ندارد. اونا همین روزی در سحر بیدار میشود، تمام وجود او پری ظلمه. امروز کی را فریب کنیم؟ چهل فریب کنیم؟ با کدام طرز از برادر مسلمان کنده بگیریم؟ خدا اونا را انصاف دهد، اونا را ایمانشان کامل گرداند. ولی دادرای عزیز، بعد شنیدن کوشش کنیم. خدا خواهد همون نیم پاره نان راحتی جانی که بود، پیشینی ها میگفتن نیم پاره نان راحتی جان، بیا ما گذشتیم از همون 1 تایی نان بلای جان، دنبال اون نگردیم. برای یک 4 روزه در همین دنیا بین 1-2 داخل ما بلند گرفتن، یا خانه های زیبا ما به کسی نشان دادن، یا ماشین های رنگا برنگ در چشم مردم نشان دادن. بیا از همین حوث های دنیا ما و شما پشت سر کنیم و همیشه کوشش کنیم که همین جای ایستاده خانه قبر ما آباد کنیم، همین جای ایستاده قیامت ما آباد کنیم. حالا ببینید دادر از اگر همین جای یک برادری باشد که یک گناه کردگی و نامش در همین جای یک مکتوب ده باشد، حاضر اگر من و در همین بین شما خیزانم گویم ای فلانی به نام تو مکتوب آمده است که تو زنا کرده ای، تو زناکاری، در بین همین قدر مردمی که الحال تو را میبینن، چقدر تو غمگین میشوی، چقدر شرمنده میشوی. تصور نمیکنی که قیامت چند میلیارد آدم است، چند میلیارد آدم. اون مکتوب نامه اعمالت است، نامه اعمالت میخوانند، در بین مردم میبرن شرمندت میکنند، در بین مردم شرمندت میکنند که تو فلانی در دنیا کارت انا همین بود. کوشش کنید که نه در دنیا نه در آخرت ما از جمله شرمنده ها نباشیم. به همین انشاءالله من اکتفا میکنم. خدا خواهد همین آن چیزی که بیان کردم قبلا گفتم، به خاطر که شاید انشاءالله یگان خوبی های در برادرای سوداگری ما بیارد، یک رحم و مهربانی را در برادرای ما بیدار گرداند. شما اینها را به دقت گوش اندازید دادرای عزیز، انشاءالله هم خیر دنیاتون است هم خیر آخرتتون می شود. یک چند سوالی هست، من جوابهاشو میگردانم و خدا خواهد جمعه آینده هم سوال هایی که داریم سوال جواب میکنیم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، ما یک گروه جوانان از ناحیه کلخازآباد و شما یک سوالی داریم. همین جواز یک گروه برادرها بودند، سوال الحال در دست من دادند. خب التماس با سوال من جواب گویید. شخص قربانی میکند، پیش از قربانی کردن در خانهش مرده می شود، آیا در گردن همین شخص قربانی فرض است یا نه؟ التماس سوال ما را در همین جمعه جواب دهید، خداوند یارتان باد. بله دادر عزیز، قربانی با مرده و با زنده کاری ندارد. همان روز عید قربان اگر در خانه ما و شما مرده هم که شود، ما قربانی مان در گردن من واجب است. همون جا مرده می ایستد، همون جا مرده را کار و بارش رفتن میگیرد، اینجا در ما قربانی مان میکنیم. مردن این امر حق است، قربانی هم در گردن ما واجب است. برای این در گردن کسی که در خانه اگر 1 نفر یا 2 نفر یا 10 نفر اگر در همون خانه همان روز از دنیا گذرد، این قدرت الهی است، این امر حق است. کل نفس ذائقه الموت، هر یک نفس حتمی لذت مرگ میچشد.
ولی پیش قربانی را نمیگیرن. قربانی در گردنتون البته واجب باقی میمونه. خب اینجا در یک چند سوال ها دادرای عزیز از من بسیار خواهش کردن که جواب گوین. من ناحیه تیمور ملیک رفته بودم، در همون ناحیه تیمور ملیک از من سوال ها کرده بودن، من همه اونا جواب گفتن نتونستم. سویتسکی ده بعدا گفتم که خدا خواهد جوابش میگویم. خواهش کردن که تا که همون در کاسیت و دیسکو ضبط شود تا که ما هم را دسترس کنیم و گوش اندازیم. به همین خاطر من سوال های امونها را که بسیار زاره و توالا کردن خدا خواهد میخوانم. خب السلام علیکم دامنای محترم، من یکی از زنهای عادی صالحه هم 5 وقت نماز میگذارم، لیکن شوهرم یک مرد میزده میباشد. با من دشنامهای قبیح میکند، مرا گپهای ناسزا میگوید، با غضب میآورد و من گاهها به دشنامهایش جواب میدهم. آیا شوهر میزده من به من چون شوهرهای صالح حق دارد؟ جواب مرا دهید. یعنی مقصد شوهری که میزده هست، بعد یک شوهری هست که اون میزده نیست، آیا هر دینا یک حق دارن؟ بله خواهر عزیز، شوهر خو میزده باشد خو غیر میزده باشد، بالای زن حقهای شوهری خود دارد. فقط فرق شوهر میزده از غیر میزده در این است که او بنده عاصی و روسیا در پیش خدا هست و این بنده که میزده نیست این یک بنده صالح خوب خدا هست. ولی حق شوهری به خاطر میزدگی او از بین نمی رود، ولی برای اصلاح او مادر عزیز که خدا حکمت دارد، شاید که در همین خیل آدم ناصالح آدم میزده شما بر این زنی خوبی مسلمان خدا روا دیده است، شاید به خاطر آن باشد که همین میزده به دست تو هدایت بیابد. شاید به کوشش های تو، به مهنت های تو، به دعاهای تو همین مرد از همین راهی بد گردد و ترا خدای مهربان به خاطر هدایت یک نفر جزای خوب مکافات خوب در جنت نصیب گرداند. به این خاطر گفتی حضرت مولوی جنون نه گل به خار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. هر یک گل در پهلوش خار دارد، هر یک بلبل در پهلوش زاغ دارد. حضرت گفتن بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. در پهلوی این خار، در پهلوی این زاغ تو صبر کن، خداوند به خاطر این صبر ترا به تمام کامیابی ها میرساند. و این خاطر مادر ما هم نصیحتی همچو فرزندانه به شما همین است که صبر کنین، با همراهی فرزندا کوشش کنین که وای از همین راه های بد گردد. هر یک راه ها را استفاده برین، از دانشمندها و از بزرگای همون محله و ناحیتان استفاده برین تا که پیش راه این مرد گیرن. ان شاء الله خدا قرآن در فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین گفته است. خداوند میگه شما پند دهید، شما دائم به گوش او رسانید. پروردگار میگه زود است که این سخنهای خدایی که به گوش او رسانیده میشود او را اصلاح میکند.